دوستان عزیز سلام. نشر نوبتی برنامه خویش را چون هر وقته با سخن سری ترانسفرهای تاجیکانه آغاز میکنیم. صحیفه جهانی فوتبالی تاجیک بر آن است که به صف تمرین‌های استقلال در انطالیا دو فوتبالباز جدید، دفاعگر رومانی میخائیل لکا و مهاجم روس اندری پانیوکوف همراه گردیدند. استقلال دوشنبه همچنین هیئت خود را با فوتبالباز تیم جوانان تاجیکستان U20 صلاح‌الدین ایرگاشف پوره کرد. قبل از استقلال فرزند عادل ایرگاشف در هیئت جوانان متالورگی بکاباد بازی میکرد. قرارداد با فوتبالباز برای 2 سال به امضا رسید. حالا باشد ایرگاشف یک جایه با دسته منتخب جوانان تاجیکستان U20 به قسم نهایی چمپیونات آسیا 2023 آمادگی می‌بیند. بر زمین استقلال دوشنبه فریادکنی استعدادهای محلی تکمیل یافته در اروپا را ادامه دادن می‌گیرد. این نوبت با حمدانی کمالوی از اسپانیا آمده قرارداد همکاری به مهلت 2 سال بسته شد. این به فایده کار باشد یا نه خیر، رفت موسم جدید معلوم خواهد کرد. بازیگر نوبتی تربیت دیده سیستم اویفا که استقلال درو پیراهن سرخ با نوشتجات سیامه پوشانید، این علی جان عینی تعریفی است. این بازیگر امیدبخش طریق اجاره مهلتش تا آخر موسم از دسته کراسنودار 2 روسیه آمد. سابق فوتبالباز دینامو کیف و تیم ملی گانا محمد قادری در دسته استقلال در سنجش قرار دارد. محمد قادری قبلا در دسته اوستریا، ارسنال تولا، چرنمورتس و دینامو کیف هنرنمایی کرده است. اگر به کارهای ترانسفری دوشنبگی های دیگر نظر افکنیم، اینجا به راستی کار به 2 پا میلنگد. تنها میتوان علاوه کرد که اسرائیل خالوف امسال هنرنماییش را در کلوب مرکزی ورزشی ارتش ادامه میدهد. اسرائیل از نسل طلایی دسته زین‌الدین رحیموف بوده دارنده مدال نقره چمپیونات آسیا و اشتراکچی جام جهانی U17 در سال 2019 است، ولی با گمان است که بازیگر از نسل طلایی در صف ارتشیان انیق در چمپیونات موسم جدید به گرفتن طلا مشرف نمی شود. کار این بازیگر هم وقتی طلاگیری به مثال نسل طلایی منتخب بلژ به تأخیر می افتد. خلاص که دنیا به امید است. با فیضکند واسه که در موسم قبلی خود را از افتیش به لیگ یکم نجات داده بود، دروازه‌بان دسته ابراهیم اسماعیلوف بازگشت انجام داد. این دروازه‌بان دستپرور دسته فیضکند ناحیه واسه بوده موسم گذشته دروازه دسته هولبوک را حمایت می‌کرد. با ادامه سخن سر تیم‌های جنوبی کشور میتوان گفت که باشگاه حاصلات وظیفه دیرکتوری تکنیکی باشگاهی را به امین سبحانی به قول افطریتت در کشور باور کرد. از زیر رهبری این متخصص صاحب تجربه تیم حربیان و مرحله انتخابی جام کنفدراسیون آسیا را خط گرفته بود و آنجا بازی‌های پرآب و رنگ را نشان داده بود. بعد از اینکه رهبریت تیم کوکتاش ناحیه رودکی با بایر ایگانبردیه و موافقت رسیدن نتوانست، ورزشگاه نفتیانک صاحبش را از همسایه کشور پیدا کرد. با گفته دیگر بهر بازی‌های موسم جدید لیگ عالی، کوکتاش را عبدالجبار معروف علیف از کشور ازبکستان آماده می‌کند. قرارداد همکاری با متخصص 48 ساله ازبکستانی تا آخر موسم به نظر گرفته شده است. باوری از این بیشتر را در فوتبال تاجیک تنها با تلسکوپ میتوان مشاهده کرد، زیرا نه باشگاه کفالت داده میتواند و نه جانب دیگر. اگر به کارهای بازاری دسته‌های خارج در ماه فوریه نگریم، اینجا باز هم تیم‌های انگلیسی بیشتر فعالند. به طور مثال میتوان از گزارش مت دایرتی از تاتنهام به اتلتیکو گفت. لندنی‌ها با این بازیگر برای آن شرطنامه قطع نمودند تا که محدودیت‌های اجاره‌ای را ویران نکنند. همین طریق مت دایرتی نیمه موسم را در اتلتیکو گذرانیده ایستاده است. چون این نقشه ترانسفری به آن وابستگی دارد که پیشتر باشگاه‌ها گزارش بازیگر را طریق اجاره محاکمه می‌کردند، اما 8 فوتبالبازی تاتنهام الکی از جانب تیم‌های دیگر به اجاره گرفته شدند. طبق قاعده فیفا بیشتر از این شماره اجاره‌دهی بازیگران به تیم‌های خارج منع کرده شده است، زیرا اگر فیفا این قاعده را راه اندازی نمی‌کرد، چلسی ممکن که همه بازیگران اکادمیش را به اجاره می‌فرستاد، زیرا اجاره دهی از اما فعال محض در بازار چلسی لندن محسوب می‌یافت. همچنین دسته تمرین یافته از جانب آنتونیو کونته دفاعگر اسپورتینگ پدرو پورو را با حق حتمی خریداری بر عوض 45 میلیون یورو به دست آورد. دفاعگر 23 ساله اسپورتینگ در موسم فعلی چمپیونات پرتغالیا 14 بازی گذرانیده، مؤلف
2 گل و 6 اسیست گردیده است. زاده دون بینیتو اسپانی پارو مسند ورزشی خود را در گیمناستیکو دون بینیتو شروع نموده بعداً در تیم‌های رای والکانو و ژیرونا نیز هنر آزمایی کرده است. فعالیت نوبتی باشگاه تاتنهام باشد در بازار با آن جنبست شد که دسته هاروی وایت را به اجاره به دربی کاونتی روانه نمود. بازیگر انگلیسی 21 ساله در صف گوسفندها تا آخر موسم در اجاره خواهد بود، ولی مهمتر از همه در این فرصت فاصله در تیم دیویزیون سوم خود وایت باز گوسفند نشود و دیگر به لندن راهش ندهند. ارسنال تا حال مدعی اساسی به قهرمانی نیز وقتی باز بودن بازار بیکار نبود و بیشتر به ارسال کنی بازیگران نالازم مشغول بود. یکی از چنین بازیگرانی برای توپچیان نالازم البر مبایا لاکانگا گردید که نیمه موسم را در کریستال پلس می‌گذراند. عقابان هم از گزارش نیم حمایتگر 23 ساله طریق اجاره اعلان نموده بازیگری بلژیکی به صف ارسنال از اندرلخت سال 2021 گزارش نموده بود. بعد گزارش به صف ارسنال لاکانگا در 39 بازی در همه مسابقه ها به میدان آمده موسم فعلی را باشد با اشتراک در کل بازی‌های مرحله گروهی لیگ اروپا آغاز نموده بود. بر زمین ارسنال از سدریک سوارش خلاص شد زمانی که عملیات اجاره این بازیگر در تیم فولهام به پرگی راه حل خود را یافته بود. فولهام نیز از گزارش سدریک سوارش اعلان نموده دفاعگر پرتغالی 31 ساله تا آخر موسم در تیم دیگری شهر لندن خواهد بود. برای سرمربی تیم فولهام مارکوس سیلوا باشد سوارش از روی کار یک جایه در سپورتینگ شناس است. تیم انگلیسی ساوثگمپتون باشد بر عوض 22 میلیون پوند استرلینگ از رن فرانسوی کمال سلیمان را خریداری کرد و این هم نوسازی نشانداد رکوردی ترانسفری برای ساینس گردید. کمال سلیمانی 20 ساله از منتخب گانا میتواند که بر عوض نشانداد رکوردی ترانسفری برای ساوثگمپتون صاحب جای کار در انگلیس شود. به اروپا باشد سلیمان باری نخست سال 2020 کوچیده وقتی برآمد در صف نورشلند دنیوی در 42 بازی به زدن 14 گل دست یافته است. همچنین در صف منتخب گانا در 2 بازی جام جهانی قطر به میدان آمده بود. دسته همه وقت چشم گرسنه در بازار باشد بازیگر دیگرش را از اتلتیکوی مادرید آورد. این دسته البته که ناتینگهام فارست بوده. یکی از بازیگران نوی زمستانیشان فلیپه می باشد که چون هر وقت نه با ارزشی بلند بلکه با نرخ 2.3 میلیون یورو شامل جنگل شد. باشگاه انگلیسی با برزیلی 33 ساله شرطنامه مهلتش تا ماه ایونی سال 2024 امضا نموده. طبق معلومات ترانسمارکت قرارداد کاری دفاعگر با مادریدی ها تا سنه 3 ایونی سال 2023 مهلت داشت. اگر به تاریخ برآمد فیلیپ در اروپا نظر کنیم این بازیگر است که صاحب جایزه های قهرمانی در اسپانیا و پرتغال بوده 46 بازی در لیگ چمپیون ها گذرانیده است ولی با غروب مسند ورزشی بودن در پایین از 10 گانه جدول پرمیر لیگ انگلیا با جنگلبان ها نیز قناعت خواهد کرد. برای منچستر یونایتد باشد دردی سری از همه بزرگ از تیم جواب دادن رونالدو به حساب می رفت ولی بعد آنی که رونالدو دیگر با سرخپوشان منچستری نیست از این پس اریک تن هاگ می تواند دلخواه بازیگر نامعقول را با میجه زدن از دسته جواب دهد. تا این دم باشد به صفت چنین بازیگر نالازم اکسل توانزه شده است که آرامانه و بدون یگان بلوا راه سمت استوک سیتی را پیش گرفته بود. باشگاه از چمپیونشیپ انگلیسی پرغرور 25 ساله را تا آخر موسم به نفع خویش استفاده خواهد کرد زیرا در منچستر به کلی زیرک هیچ پسند نآمد. توانزه به یگان بازی با پیراهن یونایتد نگذرانیده وقتی اجاره‌های پیشین باشد در صف استون ویلا و ناپولی برآمد کرده است. شرطنامه کاریش با امیو باشد تا روز 3 ایونی سال 2023 مهلت داشته با فرارسی تابستان تا انزب زیب گرفتن حرف جی کلان از تیم اویله گلیزر ها می باشد. نفری دیگری از امیو رفته دیشان برنارد می باشد که به اجاره به پورتسموت رفت. دفاعگر انگلیسی 22 ساله تا آخر موسم عذاب شلاق زنی ها در دیویزیون سوم را تجربه کرده در موسم جاری باشد بعد صحتیابی از جراحت تنها در تیم جوانان امیو برآمد می‌کرد. پیشتر باشد برنارد طریق اجاره در خل سیتی و سالفورد سیتی میدانداری می‌کرد. کلی زیرک با نام تن هاگ باشد چون این بازیگرانی به قول نکانگرتنی را حتی به تمرین‌های هیئت اساسی هم راه نمی‌دهد.
اگر از نویدهای ترانسفری فضای فوتبال روسی گرنگ نشده باشد، همین را گفتنی هم که سابق نیم حمایتگر روبین و عین حال سنگ دیوارگذر الیور ابیلگور در صف ورونا ادامه مسندی ورزشی میکند. باشگاه ایتالیایی با دانیوی 26 ساله شرطنامه مهلتش تا سنه 30 ایون سال 2023 نوشته کرده است و امضاشوی شرطنامه به چنین مهلتی کم از آن وابستگی دارد که فابریکه فوتبال روسی کم اندر کم از 1001 بار محصولات با صفت میبرد و از این رو کفالت نسبت بازیگران از چمپیونات کشوری ماشا و مدوید هم برای همین برابر به صفر است. نیمه اول موسم را باشد ابیلگور در اجاره در سلتیک گذرانیده، پیشتر از این در روبین بازی میکرد. باشگاه کزانی باشد وقتی مربیگری قربان بردیف واقعا هم بر روبین گران ارزش مانند بود، ولی لیونید سلوتسکی باشد در یک مدت کوتاه توانست این روبین را به سنگ عادی دیوارگذر تبدیل دهد. بعد گزارش انسو فرناندز هرچند که تا به حال نه چلسی به خود آمده است و نه از فرناندز یگان فایده دیده نمی شود، معلوم شد که از این ترانسفر نه تنها بنفیکا فایده کلان به دست آورد، بلکه ریور پلیت هم 34 میلیون یورو به دست می آورد. ژورنالیستی تو سپورت سسر لوئیس مرلو باشد می نویسد که از فروش انسو فرناندز به چلسی ریور پلیت 30 میلیون یورو به دست می آورد و در صورت بازی نتیجه بخش احتمالاً 4 میلیون یورو دیگر به سمت ارژنتینی ها انتقال داده می شود. یادداشت می کنیم که انسو دست پروری ریور پلیت بوده. تابستان سال 2022 بنفیکا او را بر عوض 10.8 میلیون یورو به دست آورد و تیم ارژنتینی باشد از حق فایزهای بعدش صاحب گشت. انا در همین جا می توان گفت که فرزندی نغز باغی پدر و فرزندی بد داغی پدر. در اینجا روشن است که ریور پلیت چه فرزندی فوتبالی تربیت کرده است، هرچند که تا به حال چلسی در خواب غفلت هم قرار داشته باشد. با جنبستی کاری بازاری دسته‌های مغرور انگلیسی میتوان گفت که نمایندگان پریمیر لیگ انگلیا باری نخست در روزنه زمستانه ترانسفری بیشتر از 1 میلیارد دلار مصرف نمودند. از روی معلومات دیلات این زمستان باشگاه‌های انگلیسی بازیگران نو را با ارزش رکوردی 815 میلیون پوند استرلینگ برابر به 1 میلیارد دلار خرج کردند. بیشتر از این در زمستان چنین مقدار مبلغ هیچ وقت در بازار صرف نکرده بودند. بیشتر از همه چلسی در بازار فعال بوده. 37% از این پولی مصرف شده محض به تیم تود بولی تعلق دارد. چلسی قریب 323 میلیون پوند استرلینگ در زمستان مصرف نمود که این مبلغ بیشتر از مصرفیات‌های همه تیم‌های لالیگا، سری آ، بوندسلیگا و لیگ یکم یک جای میباشد. اگر در مورد خود 1 میلیارد دلار حرف زنیم، یعنی پولی مصرف شده انگلیس‌ها در بازار زمستانه ترانسفری، پس میتوان گفت که این کلاً عبارت از 100 دلاری میباشد که 10 تن وزن داشته، برابر به بلندی یک ماشین بارکشی فور است. اگر این میلیارد را با پول 1 دلار جمع کنی، آن را حتی از کیهان هم دیدن ممکن است. بر زمین خریداری خانه‌های با حشمت در امریکا با این میلیارد دلار حتی میتوان چند از کشورها را نیز خریداری کرد. اگر میلیاردران در فکر حفظ عالم حیوانات نادر باشند، پس میتوان با ارزش 1 میلیارد همه 3000 نوع فیل‌ها و پلنگ‌های دنیایی را خریداری کرد و این هم نیمی نرخ این پول را تشکیل نمی‌دهد و یا که عموماً با کیهان پرواز کنند. اگر در فکر کمک به انسانیت باشند، می توانند کشورهای افریقایی را از گرسنگی نجات دهند، ولی در انگلیا 1 میلیارد تنها برای زیباتر شدن فوتبال و نیرومندتر شدن تیم‌ها مصرف شد. اگر به نیرومندی دسته‌های پولدار نظر کنیم، تا به حال تنها جرشوی فرناندز 120 میلیون را پیش پای کریم 40 میلیون دیدیم و خلاص. در اسپانیا آفتابی باشد دسته کلت ها در میان موسم اندک قوت گرفت. سلتا اگر به مثال چلسی خریداری 120 میلیون از بنفیکا را به خود اجازه دادن نمیتواند، پس قرار کرد که بازیگری سابقه دار این تیم پرتغالی را به دست دارد. خرید سفرویچ با همین سرحد را عبور کرد و در شاهیگری اسپانیا فوتبال بازی میکند. این حمله‌ور موسم را در گالاتاسرای آغاز نموده بود. شویتزاری 30 ساله که مدارش نمانده است، از این پیشتر در لالیگا در موسم 2013-2014 در صف ساسیداد بازی می‌نمود. بر زمین اطلاع داده می‌شد که بر عوض سفرویچ با گالاتاسرای می‌تواند شمر نیکلسون از اسپارتاک مسکوا گزارش کند.
اتلتیک از بیلبائو هم دید که در PSG شماره بازیگران و مثل زنبورهای بعد بارانی زیادند و کریستیاف گالته عموما نمیداند که کی را بیشتر به میدان آورد. نسبت اندر ایررا مهربانی کرده مهلت اجاره‌ایش را تمدید کرد. اندر ایررا همین طریق تا سال 2024 در اتلتیک بدون بودن در کنار ستاره‌ها طاقت خواهد کرد. قابل قید است که با انجامیابی مهلت اجاره‌ای ایررا فوتبال بازی آزاد می شود و شرطنامه او با پاریژها باشد تا تابستان سال 2024 است. PSG هم با استفاده از فرصت مناسب می تواند با بازیگر اسپانی غایبانه خیرخوش کند. در صف اتلتیک بیلبائو باشد نیم حمایتگر اسپانی از سال 2011 تا سال 2014 برآمد کرده بعداً به منچستر یونایتد گزارش کرد. سپس سال 2019 هم به PSG روان شد ولی ماه اوگوست سال قبلی باز هم به بیلبائو برگشت. با جنبستی کار اسپانی های پول دوستدار در بازار تنها همین را میتوان گفت که باشگاه های لالیگا تنها 28.2 میلیون یورو در ترانسفرهای ینوری خرج کردند. این پول کمتر از خراجات دستای MLS و آرژانتین می باشد. خراجات باشگاه اسپانی در وقت روزانه زمستانه ترانسفری در موسم 2022-2023 64% کمتر از خریداری‌های زمستانه سال قبلی است، زمانی که در عموم 78.8 میلیون یورو مصرف شده بود. از جانب تیم‌های لالیگا همگی 58 گزارش عملی شده، بیشتر از همه اسپانیول و مصرفکاری‌ها دست زد. این هم 13.2 میلیون یورو می باشد. بعداً بیتیس با 7 میلیون قرار داشته. تیم دیگری کاتالانی با نام ژیرونا زمستان همگی 5 میلیون مصرف کرده است. اما از جانب دیگر درآمد ترانسفری اسپانی ها در قیاس با موسم قبلی 2 مرتبه زیاد گردیده 42.9 میلیون یورو را تشکیل می دهد. گرانترین فروشگاری زمستانی گزارش الکس مارینو از بیتیس و استون ویلا بر حوض 13.5 میلیون یورو گردیده. همچنین اجاره ژائو فلیکس از اتلتیکو و چلسی در نیم سال 11 میلیون یورو را تشکیل داده بود. خلاص که نیمی مصرفیات ترانسفری چمپیونات اسپانی ها را تنها پرداخت های اجاره‌ای چلسی تشکیل می دهند. محض برای همین پرمیر لیگ انگلیا را از پرقدرت ترین لیگ و گپزن اساسی بازار می گویند. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.